دلیل اصلی ریزش موی خانم‌ها از چی میتونه باشه؟ من بهمن علی نژاد هستم، محقق و پژوهشگر طب سنتی در مجموعه طب حکیمان با شما هستیم تا آگاهی سلامتی در اختیار شما قرار بدیم. بچه‌ها، دلیل عمده ریزش موی خانم‌ها از سردی تن و سردی سر هست غالباً، و این باعث میشه که ریزش موشون به حالت پراکنده باشه. ریزش مویی که توی آقایون اکثرا باز از شدت حرارته، پس اینا با هم دیگه فرق داره، درماناشون فرق داره و بعد ببینیم به چه شکل هستش. ریزش موی خانم ها سردی سره و این باعث میشه که موهاشون ضعیف باشه، تقریبا اون پیازی که مو داره ضعیف باشه. اینم به خاطر اینه که حرارت کمه، حرارت به سطح پوست نمیرسه. به اون سطح پوست اگر حرارت خوب برسه دچار این مشکلات نمیشن. حالا ما باید چیکار کنیم؟ یه طب سنتی یه حرکتی میزنه، طب جدیدم یه کار خاص خودشو داره. چیزی که الان انجام میدن خانم‌ها اینه که میرن خونشونو از بدنشون میگیرن و زیر سطح سرشون پوست تزریق میکنن. یعنی چی؟ یعنی حرارت، یعنی دم به اون پیاز مو تزریق میکنن و اون باعث میشه که حالا ریزشمون نداشته باشن، البته موقت، و یه حرارت موقتی رو سر باشه. بچه‌ها این لقمه رو پیچوندنه، یعنی شما لقمه رو اینجوری دور سرت میچرخونی میخوری. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بدن رو سرمون رو گرم کنیم. من این مثال رو بارها زدم. فکر کنید مثلا ظرفشویی آب جمع شده، لوله گرفته، شما هی آب ظرف میشورید، با دبه خالی میکنید یه جا دیگه، باز دوباره شما باید بیاید چیکار کنید؟ لوله‌ای که گرفته رو درستش کنید، نه صورت مسئله رو حل کنید. اینم مثل همونه دقیقاً. اگر ما میخوایم ریزشمون رو درست کنیم باید ببینیم چه خلطی به بدن حاکم شده، که اکثرا میبینید این ریزش موی زیاد تو بلغمی مزاج‌ها زیاد میشه. چرا؟ چون هم رطوبت تو سطح سر هست و هم گرما نیست و همون خشکیه که باید باشه نیست. این باعث میشه که ریزش، یعنی شونه میزنه، اینجور شونه میزنه کلا مو میشه. به خاطر اینه ما باید چیکار کنیم؟ بیایم بدن رو گرم کنیم. اول اگر بلغم بود، خب بلغم رو باید از بین ببریم، بعد ببینیم در چه سطحی بلغمش که بتونیم بهش دارو بدیم یا با چیزایی که میشه حالا خوش تهیه کنه، درست کنه، استفاده کنه. شما میتونید این حرکات انجام بدید. برای کسانی که حالا ریزش موی کمی دارن، سطح بلغمشون خیلی زیاد نیست، میتونن روزی 20 عدد بادام درختی مصرف کنن. بچه‌ها آبشون رو کم کنن، آب خوردن زیاد، و غذایی که لبنیات باشه، سرد و طری باشه کم کنن. غذاهای گرم و گرم خوش مصرف کنن، دم کرده بهار نارنج، استخوان، آویشن، اوکالیپتوس، حتی اینا رو میتونن مصرف کنن. مخصوصا استخوان که میگن جاروی مغز، یعنی مغز رو پاکسازی میکنه و این حرارت رو به سطح پوست مغز میرسونه. یه چیزی حالا اینه که درونن ما خودمون رو پاکسازی کنیم. در کنارش موضعی هم هست. شما دقت کرده باشید، مثلا وردارید فلفل رو بریزید رو پوستتون. وقتی فلفل رو میریزید رو پوستتون میبینید پوست داره قرمز میشه. چرا؟ چون حرارتی که اون داره خون رو به اون نقطه فراخوان میزنه، خون میاد به اون نقطه از بدن و زیرش قرمز میشه. میبینید حرارته، اون هم حرارت بالایی که داره میده باعث میشه که هم حرارت خودش باشه، همون خون جمع بشه اونجا و اون حرارتی که باید ایجاد بشه رو انجام میده. ما وقتی میایم روغن سیاه‌دانه که بسیار حرارت داره و روغن زیتون رو به سطح سرمون میچکونیم، ماساژش میدیم، دقیقاً همون کار انجام میده. یکی میتونید روغن سیاه‌دونه استفاده کنید، روغن زیتون اصل اینا استفاده کنید. یه چیز دیگه هم هست که خیلی قویه، اینه که سی رو با پیاز رنده کنید، داخل یه بطری روغن زیتون بریزید، 2 هفته تو تاریکی نگه دارید، هر روز هم چند بار بچکونیدش. اینو بچکونید، بعد 2 هفته اونو پاک، یعنی روغنشو بگیرید، قشنگ از صافی ردش کنید، بچکونید رو سرتون. این فوق‌العاده است و مغزو گرم میکنه. نه خیلی شدیدتر بود، میتونید زالو بندازید رو سر، دقیقاً اون خونه سودایی که زیر پوست رو میمکه و خون جدید میاد و زیر پوست تقریبا جایگاه خوش پیدا میکنه و پیاز مو همه چی قوی میشه. پس راحت میتونیم ما این مشکل رو حلش کنیم. ما در مجموعه طب حکیمان اومدیم که آگاهی‌های سلامتی خیلی فوق‌العاده در اختیارتون قرار بدیم تا هم شما سلامت باشید و ما اون هدفی که داریم رو انجام داده باشیم. پس حتما لایک کنید، پیج ما رو داشته باشید، کانال ما رو داشته باشید
و با ما همراه باشید تا ایشالله هم طب سنتی احیا بشه، هم سلامتی به خانواده‌های ما برگرده.